سلام، من بیژن شفیع خراسانی هستم. خیلی ها ممکنه با اسم خیلی نشناسن، شاید از صدا یا بالاخره یه جای دیگه بشناسن، اما کارم ورزشه. یه چند تا رشته رو بیکار بودم، رفتم کار کردم، پولم در نیاوردم ازش. بعد حدود 34-35 ساله تو صدا و سیما گزارش میکنم. رشته مختلفی هست که گزارش میکنم. شاید بالاترین رشته‌ای که به خاطرش هستم رفتم اینجا تکواندو و دو موتور، که خب برجت شماهایی که صدا و الان میشنوید تحمل کردید و گوش کردید، ممنونم. خیلی خاطرات دارم واقعا از خیلی از مسابقات و خیلی از برنامه‌ها. یه موقع مسئول موتور سواری بودم. این خاطره شاید خیلی برای همه به خصوص خانم‌ها جالب باشه. برجت یه بخشی از بچه‌هایی که موتور سوار می‌شدن، دختر خانم‌ها، همه فرزندان دوستان ما بودن که سالها ما از کودکی می‌دیدیم، میشناختیم و موتور سواری رو یاد گرفته بودن. حالا نزد پدر، نزد برادر، مادر کار میکردن. همیشه هم وقتی که مسئول شدم تو موتور سواری، صحبتشون با من این بود که چرا یه مسابقه برای ما نمیذاری؟ خب شرایط واقعا چیزایی رو میخواست که باید دنبالش میرفتیم، میرسید به اونجا. آره، سعی کردیم بریم، کمک هم خیلی رسید بهمون. از خیلی جا مجوزشو گرفتیم. از اداره کل تربیت بدنی تهران هم مجوزشو گرفتیم. خانم سلیمی که اون موقع نایب رئیس بودن خیلی حمایت کردن و خیلی دیگه خوشحال شدن که بالاخره این بخش میخواد راه بیفته. چرا که فدراسیون موتور سواری اتومبیلرانی هیچ جاش ننوشته بود این مخصوص آقایونه یا خانم‌ها، تو قوانین هم نبود. اما برای اینکه خدایی نکرده اتفاقی نیفته و سوتی ندهیم یه جا، خیلی کار کردیم. مثلا آمبولانس رو کلا خانوم آوردیم، راننده خانوم، پزشکیارا خانوم، دیگه اونی که میخواست بالا یه مجروح حمل کنه خانوم. داورا رو ظرف چند روز داور موتور کلاس رو آموزش دادیم، خانوم ها رو گذاشتیم. تو 2 کلاس برگزار شد. خیلی دوستان دیگری بودن کمک کردن. یه باشگاه کاملا خصوصی بود که از دوستان بود و خیلی فعالیت کرد و کمک کرد. اما خیلی جالبه که ما در بخش آقایون حامی مالی نبود به اون صورت، اما در بخش خانم ها 1 یا 2 روز مونده به مسابقات ساعت سواج پیدا شد که درخواست کرد که آقا من جایزه میدم. جایزه‌ای که میداد من همش فکر میکردم که ما باید چی کار کنیم. تنها از ما خواست که کیوسکشون اونجا بزنن و یه بنری هم در دیوار بزنن که خب تو شهران اون بالا بودیم، گفتیم آقا همه این تپه رو بزن. تا قبل از اینکه این مسابقه هم برگزار شه، واقعا باید بگم که فدراسیون بخت موتور سواری اتومبیلرانی منکر این بود که ما این مسابقه رو برگزار کنیم و میگفت اجازه نداریم برگزار کنیم. اما ما با حمایت اداره کل و واقعا خیلی جایی دیگه، استانداری و بقیه دوستانی که خیلی سخت شاید فکر میکنیم کمک نمیکنن، کمک کردن که برگزار کنیم مسابقه رو در 2 کلاس برگزار کردیم. مسابقه تموم شد و از شهران که میومدیم پایین تلفن من زنگ خورد. همسرم به من خبر داد که همین الان از اخبار اعلام شد که اولین دوره مسابقات خانمان فدراسیون موتور سواری برگزار کرد. ما هم شوک کردیم، گفتیم خب خوب اقلا خبرش رفت. حالا درسته که خودشون برگزار نکردن اما خبرش رفت. برجت آرزو میکنم که بتونم لحظه‌ای از این ورزش رو برای شما بازگو کنم و شما هم شنونده باشید. تحمل میکنید. متشکرم.